سلام. اگه الان دارین این ویدیو رو نگاه میکنین به این معنیه که من بالاخره تصمیم گرفتم، هرچند الان همین اینی که دارم میگم خیلی برام گفتنش عجیبه، ولی بالاخره تصمیم گرفتم چنل شخصی یوتیوب خودم رو اندازی کنم و به چنل من خوش اومدید. امیدوارم که اون چیزایی که توی ذهنم دارم رو بتونم اینجا پیاده کنم. خب قبل از هر چیزی باید یه ذره راجع به این توضیح بدم که اصلا این فضا چه خواهد بود. منتها لازمه بگم که خیلی توی وضعیت عجیب غریبی دارم این ویدیو رو میگیرم. من حدوداً 1 سال پیش، تقریبا بهمن ماه میشه 1 سال، از 1 سال پیش بهش فکر میکردم و خب خونه قبلی بودم، یه دیوار رو حتی دیزاین کردم، رنگ خریدم، رنگ کردم اون قسمتی که میخواستم یه قاب خیلی قشنگتری براش درست کنم و خیلی آماده یه همچین کاری بودم، اما نشد. حالا به دلایل مختلف که پررنگترینش همون پستپون کردن اموره و بعد هم که حالا یه سری مشغله های شخصی به وجود اومد و بعد خیلی روزها پیش می اومد که فکر میکردم امروز چقدر دوست دارم این کار رو انجام بدم، امروز دوست دارم دوربینمو بذارم، گوشیمو بذارم و بشینم و اون چیزایی که توی ذهنم رژه میرن و بگم، چون من خیلی با نوشتن عجینم و خیلی می نویسم سالیان سال، تقریبا از وقتی یادم میاد و این مدیوم جدید برای من یک شگفتی ها و یه پرکتیس جدیدیه اصلا به طور کل و خب نشد. و از اونجایی که همیشه دوست دارم همه چی خیلی آماده باشه، یعنی مثلا یه روزایی پیش اومده بود توی این خونه جدید نور خیلی خوب بود، روزی بود که مثلا خونه بودم و احساس خیلی خوبی داشتم توی خونه، حس می‌کردم از اون روزاست که دوست دارم مثلا بشینم توی آشپزخونه این دوربینو بذارم و راجع به اون چیزایی که دوست دارم حرف بزنم. انقدر برام یکی بود باهام این کانسپت و اون نگاهی که داشتم، ولی خب نشد و رسید به یک روز عجیبی مثل امروز که اگر میگم این ویدیو رو آپلود کنم و شما دارید میبینید، روزیه که من بسیار سرما خوردم، تمام کلاسای صبحمو کنسل کردم، یه عالمه برگه برای تصحیح کردن دارم، پریودم و حمله شده انگار بهم، یعنی انقدر حالم بد بود و درد داشتم که از درد بیهوش شدم، خوابم برد، داشتم کتاب میخوندم که فقط آروم شم و خوابم برد و یه عالمه کار مدیریتی دیگه اینجوری بذارین بهش بگم، یا کارهای دیگه در رابطه با مثلا سایت و کل آیلتسیس دارم و یه دفعه چشمو که باز کردم احساس کردم که دلم میخواد بیام الان این کارو بکنم، نه مثل اون روزای دیگه که دلم میخواسته و همه چیز فراهم بوده، اما احساس کردم در عین نافراهم بودن همه چیز، در عین این دستمالی که ازم جدا نمیشه، این صدای گرفته و خروارها، کار، پایان نامم که یه گرهی توش افتاده و حالا خیلی چیزای دیگه، نیاز دارم و باید انجامش بدم. نمیدونم چرا حس کردم شاید این میتونه یک انگیزه، یک نقطه‌ای باشه که یه ذره تنوع برام ایجاد بکنه. شاید به خاطر اینه که خیلی حرف توی سرم هست و فکرم بد نیست. امروزم میتونه یه روزی باشه که در عین ناهماهنگی من یه چیزی رو توش هماهنگ کنم و اگر صدایی میشنوید، صدای اون بخور برای گلا و برای این هوا، امیدوارم آزاردهنده نباشه روی ویدیو. یه ذره حرف بزنم از اینکه چرا این کار دارم اینجا انجام میدم. به خیلی دلایل زیاد. قبل از هر چیز بزرگترین دلیلش شاید برمیگرده به اینکه خب نگین رفت از ایران برای تحصیل و من با یک فضای خالی خیلی بزرگی مواجه شدم که حالا اصلا نمیتونم امروز و نمیخوام راجبش حرف بزنم و من سوق داده شدم به یه سمتی که حس کردم با بنویسم و خب خیلی نوشتم راجع به این برای خودم، گاهی توی صفحه شخصی اینستاگرامم می نوشتم و خب کلمه خیلی به من کمک کرد و
یک جایی کم کم رو آوردم به یوتیوب، بیشتر ترجیح میدادم ویدیوهای طولانی ببینم. بعد یه سری چنل‌ها و یوتیوبرای پیدا کردم که احساس کردم چقدر منن و فکر کردم که دوست دارم، این برای من هیلینگ اینطوری اگر بخوام بگم، و دوست دارم که این کار رو انجام بدم. و اون موقع این پشتش بود. الان خیلی چیزای دیگه بهش اد شده. یکیش همین کادریه که میبینین، یکیش اون برچسب بالای در بالکنمه که مال پنجره این ساخته شده است که من هنوز نکندم. یکیش اینه که یعنی در واقع من خیلی جلوی دوربین اومدم از ابتدا توی کار و خیلی هیچ وقت دوستش نداشتم. شاید مدیوم اینستاگرام رو اصلا دوست نداشتم. شاید آدمی هستم که خیلی، شاید این یه کوچولو به تنبلی برمیگرده، نمیدونم، ولی بیشتر از اینکه حالا حال و حوصله ندارم که ستینگی داشته باشم. یعنی من الان اینجا خیلی سعی کردم نور طبیعیه. من حتی پای دوربینم رو نیوردم، هولدر موبایلم رو نیوردم، میکروفون نزدم. الان زیر این دوربین اینا رو برای خودم رکورد میکنم. آکسفورد، دیکشنری آکسفورد، فرهنگ عمید فارسیه و فرانسه فارسی پارسایاره، فرهنگ معاصر جیبیش، که و حتی دوربین نیاوردم، گوشی رو گذاشتم روش برای اینکه من دوست ندارم خودم رو آزار بدم و کاری رو با اون آزار انجام بدم. میگم شاید یک بخشش به اون برمیگرده که واقعا من یه جایی تنبلم، مثلا تو این کارا حال نمی‌کنم، ولی یه بخش خیلی زیادش، درصد خیلی بزرگش به این برمیگرده که من مثلا همین که هستم رو نشون بدم. و مدیومی که خب باهاش شروع کردم، اولش هم حرفه‌ای بود از کار، مدام چشم نره این برو ببینم، حواسم پرت شد، این رو میطلبید و بعدها مثلا در صفحه کاری خودمون به هر حال تو باید میکاپی داشتی برای اینکه این نور رفله نده، برای اینکه مثلا چه میدونم در شادترین، شارپ ترین و سرحال ترین حالتت باشی، برای اینکه چیزی وجود داره آن سو به اسم مخاطب که با همه چی خیلی پرفکت باشه و من اینو دوست ندارم. با من خیلی نمیخونه و شبیه من نیست. برای خیلی ها خیلی ها شبیه و خیلی خوبه اگه خیلی باش حال میکنن، ولی برای من خیلی شبیه نیست. و یکی از اون چیزایی که اد شد به پروژه اولیه که توی ذهنم بود دقیقا همین دلیل بود که آیا من میتونم به اون خودم نزدیک بشم توی همچین مدیومی که خب شاید کاربرای یوتیوب خیلی ادوکیتد ترن، شاید آدم های با حوصله تری هن و من آدمیم که با آدم 1 سال پیش، 2 سال پیش، 5 سال پیش، 7 سال پیش فرق میکنم و من با خودم بیشتر در صلحم، راحت ترم با خودم. چقدر من میتونم به این نزدیک شم؟ من خیلی این برام ولی بزرگی، ارزش بزرگی اگر بتونم این کار بکنم توی هر قسمتی از زندگیم. اینکه تو به عنوان یک معلم، به عنوان یک دانشجو، به عنوان هر شغلی که داری، به عنوان فرزند یک خانواده، مادر، خواهر، هر چیزی و به خصوص وسط همه اینا همیشه شغل ما، به خصوص مثلا یک حرفه‌ای مثل معلمی، خیلی وزنه سنگینیه، باعث میشه که خیلی چیزا رو هاید کنیم و ما در فرهنگی بزرگ شدیم که فرهنگ خفا بوده. یعنی خیلی از ماها اون چیزی که با دوستامون حتی بودیم هیچ وقت توی مثلا خانوادهمون، فامیلمون نبودیم، توی بهتریناشون، توی روشن فکر ترینهاشون، توی کم دخالت کن ترینهاشون و بعد توی جامعهمون نبودیم، توی مدرسهمون نبودیم. دونین خیلی مثلا همه ماهواره داشتیم ولی هیچکی تو مدرسه نمیگفت. این خیلی تناقضات و این قایم کردن ها خیلی در ما هست و من خیلی از این فراریم. من اینو دوست ندارم. فکر میکنم تابستون یک عکسی از خودم توی پیجم گذاشتم، سیگار دستم بود. من سیگاری نیستم ولی هر از گاهی حال کنم دوست داشته باشم سیگار میکشم و زیرش نوشتم که دلم میخواد دونه دونه برچسب هایی که به تنم چسبیده رو بکنم
و ببینم اون زیر چیه، اون منی که قرار بوده بشه چیه و من اون باشم، با اون یکی باشم. بعد حالا جدای از این که کلا کسی که صفحه شخصی من دارم خیلی هم قبیله‌ای خودم من بیشتری شو، یک نفری مثلا زیرش نوشته بودش که خیلی کارتون زشته، شما بدآموزی دارید برای مثلا شاگرداتون، معلم نباید این کارو بکنه. حالا اون که به کنار که اصلا من شاگردام که اصلا 30 سال و 40 سالشونه، دو اینکه چرا نباید بکنه. دقیقا من این اون نقطه هست که دوست دارم و این بهانه‌ای شد برای من که یه بهانه دیگه‌ای که این کار رو انجام بدم، که من دنیا که دست میکنم تو کمدم و این هودی رو در میارم و فقط به این فکر کردم که خب رنگی که منو الان خیلی بیروح نمیکنه و فقط به خاطر اینکه میگم صورتم خیلی مریض بود و فشارم پایین بود، مثلا یه پودری به صورتم بزنم، یه کوچولوی رژگونه چیزی بزنم، یه سر حال بیام. من همینم و من چقدر میتونم با همین تو این مدیوم حضور پیدا بکنم و آشتی بکنم، بذارین اینطوری بگم، آشتی بکنم با این مدیوم. چون من فکر میکنم که به هر حال ما داریم میریم به یه سمتی که نمیتونیم از یه چیزایی فرار بکنیم، از تغییرات جهان نمیتونم برام خودم رو گم و گور کنم توی پستویی توی روستای زندگی کنم و فرار بکنم. به هر حال خصوصا توی این نسلی که من توش متولد شدم. یه بهانه دیگه که خیلی بزرگ بود برای من این بود، یه چیز دیگه این بود که من عاشق نوشتنم، من با کلمه ها خیلی زندگی میکنم، اما فکر میکنم که میتونم هم حرف بزنم اگر یک وقتی نخوام یه چیزایی رو بنویسم و میخوام امتحان کنم ببینم حرف زدن چجوریه. یه داستان دیگه هم این بود که خب من یک فیم اگر بشه اسمشو گذاشت، یک توجه خیلی زیادی رو از تقریبا 18-19 سالگیم توی مدیا داشتم، توی پلتفرم های مختلف و یه بخشش نوشتن بوده، یه تایمی بعد تصویر بوده، توی کار خودمون بوده و خیلی اذیت شدم توی مثلا اون اوایل دهه 20 سالگی، خیلی اذیت شدم از نایک رنگی ها و این فضا مال من نبود. یعنی من با اون توصیفی که از خودم دادم من فیت نیستم توی یه همچین فضاهایی که بخوام با آدم‌های خیلی زیادی دائم خودم رو تغییر بدم بعد بیفتم توی سری چالش. این ترجیح میدم همچین کاتگوری آدمام هم کوچیک‌تر باشه ولی عمیق‌تر باشه بانده. و من فاصله گرفتم، بعد دوباره با تصویر توی اینستاگرام و دیگه بعدن کار خودمون و صفحه خودمون خیلی زیاد شد، باز دوباره اونجاها منو یه مقدار اذیت میکرد و این الان برای من این صفحه میتونه یک، اگر بذارمش میتونه یک یه قدم دیگه رو به جلو و متفاوت باشه که بفهمم از یه چیزی دارم فرار نمی کنم و میتونم یه جور دیگه شو هم اگه بخوام امتحان بکنم. نمیدونم تا چه حد میتونم حرفامو برسونم. یه چیز دیگه هم اینه که خب من خیلی دوست دارم کتاب خوندن و مدیا رو، ادبیات انگلیسی خوندم ارشد و دوست دارم راجع به اینا حرف بزنم و دوستم با آدمای مختلف حرف بزنم، راجع بهشون آشنا بشم، اطلاعات بدم، اطلاعات بگیرم و اصلا برای خودم یک پروژه شخصی هم میتونه باشه که خودم هم توی سطحم بره بالا. ببخشید. خلاصه که اینجوری. و یه چیز دیگه هم که خیلی دوست داشتم که اینجا انجام بدم اینه که این منم و این صفحه تماما مال منه، کاری نیست، هویتش فقط به من بستگی داره و 2 نفر یا چند نفر پشتش نیست و اگر کسی اینجاست به خاطر منه، اگرم کسی خوشش نمیاد و اینجا نیست بازم از من خوشش نمیاد و من اینو خیلی خوشم میاد. این که خود این کلمه من خیلی دوست ندارم تکرار کنم، اما منظورم اینه که این یه چیز مشترک مثلا با نگین نیست که ما مجبور بشیم یک سری استانداردهایی رو به هر حال توش داشته باشیم. این خود منه و اصلا دوست دارم که قابی که میبندم
حرفی که توش میزنم مستقل از هر ارگان و هر سکول و هر کار و هر فرد دیگه ای باشه ولو عزیز. اینم از این. پارسال که میخواستم این کانال رو راه اندازی بکنم به خیلی چیزا فکر میکردم که با چی شروع بکنم. یه روز رفته بودم یک کتاب فروشی توی اوپال. بعد من خیلی معمولا اگر ندونم که مثلا به قصد خرید کتاب خاصی نرم، میرم وای میسم جلوی شلف ها، جلوی قفسه ها و واقعا منتظر میمونم که کتابی منو صدا بزنه. یعنی بعد بارها شده تو کتاب فروشی های مختلف مثلا اومدن گفتن که میتونم راهنماییتون کنم و من میگم نه مرسی، مثلا منتظرم ببینم چی منو میخونه، چی منو صدا میکنه. بعد همچنین داشتم نگاه میکردم، دفعه این کتاب رو دیدم، اوژنی گرانده نمیدونم که غانده فرانسه، مال بالزاک و خیلی باحال بود. برش داشتم و احساس کردم که خب من با اینو بخونم. یه دلیل خب خیلی مهمش هم اصلا کلا هم فرانسوی بودنشه، چون من دنبال یه چیز کلاسیک فرانسوی میگشتم و اصلا اسم سختش ژو گیو غو باحال بود دیگه، نمیدونم یعنی گیر مینداخت. خلاصه برش داشتم شروع کردم خوندم. بعد من میخوام اینو بخونم. من خیلی کتاب خوندم در زندگیم و خیلی کم کتاب خوندم در زندگیم نسبت به آنچه که وجود داره در جهان، اما از سن خیلی خیلی پایین من کتاب میخوندم. مثلا از فکر میکنم حالا جدایی از کتاب‌های مثلا کودک و نوجوان، کتاب‌های بزرگسالم فکر کنم پنجم دبستانی اینا میخوندم دیگه. مامانم یک کتابخونه خیلی بزرگی داشت که بیشترش هم تاریخی داستانی بود. بعد یه روز اومد بهم گفت، فکر کنم مثلا اول یا دوم راهنمایی بودم، میرفتم کتاب میخونم، از توی کتابخونه‌اش اومد بهم گفتش که مامان جان این کتابا مناسب سن شما نیست، یکم که بزرگتر شدی بعد میتونی بخونی. بعد از اون به بعد من که اصلا آدم حرف گوش کنی نیستم، گفتم باشه، ولی از اون به بعد همیشه یواشکی کتابا رو میخوندم. یعنی مثلا یه تخت وایت بورد داشتم تو اتاقم، کتاب پشتش میذاشتم، میشستم میخواستم درس بخونم. من همیشه وقتی داشتم تو همه مقطعا درس میخوندم یه رمانم روی اون کتاب رو پام باز بوده. خب حالا یه تایمی مثلا سنم کم بوده مامانم گفته بوده نخون، یه تایمی کنکور داشتم نباید میخونم، ولی مثلا شیمی مبتکران رو پام باز بود. کلیدر اگر درست بگم، همیشه دنبال این تلفظم، هیچ وقتم نمیرم حفظم نمیشه چون از اول اینجوری یاد گرفتم، جلوم باز. و من اون 10 جلد رو توی 1 ماه بهمن روی اون کتاب شیمی مبتکران خوندم. آخرم شیمی قبول شدم خب لیسانسم. و یواشکی میخوندم. یا مثلا یادمه که ماه رمضونایی که موقع ها مثلا اعتقاد داشتیم و روزه میگرفتیم، بیشتر رسم بود دیگه، مثلا حتما باید روزه میگرفتیم. مامان که باید ما رو سحری بیدار میکرد، پا میشدیم، بعد خب باید 7 پا میشدیم میرفتیم مدرسه، 6 شدیم دیگه. من دیگه وقتی سحری میخوردم از کتابخونه مدرسه‌ام کتاب میگرفتم یا کتابای مامانم بیدار میموندم، میرفتم تو اتاق مثلا شب بخیر ما بریم بخوابیم، سحر بعد سحری بعد کتاب میخوندم. اینو گفتم که بگم که خیلی با چالش کتاب خوندم و خیلی کتاب پراکنده خوندم. یعنی هیچ وقت با جهت دهی نبوده، دزدی بوده، یواشکی بوده. مثلا هری پاتر نخوندم، دیدم. یعنی فانتزی اونجوری سایفای خوندم. بعد مثلا بیشتر کارهای ذبیح‌الله منصوری هم که توی کتابخونه مامانم بود خوندم. بعد دوما خوندم، بالزاک مثلا من زنبق دره رو خوندم دیگه. برونته ها رو خیلی ازشون کتاب خوندم. بلندی های بادگه مثلا قدیمی شو الان هنوز دارم، کتاب های قدیمی مامانم. و دیگه کتاب های عرفانی خوندم، همین خیلی قراقاتی خوندم. به خاطر همین یک جایی احساس کردم که هنوز همین احساس دارم توی خیلی از حوزه ها، چون من ارشد ادبیات انگلیسی خوندم، خب باعث فرانسه باز نبوده دیگه، یعنی رشته های دیگر نمیدونم خیلی جاهای دیگه شو، با اینکه مثلا خب به هر حال مکتبات حد زیادی شبیهن، ولی اون خطر رو ندارم توی یه سری مقاطع. نمیدونم چرا این اصلا گفتم. خلاصه می‌خواستم بگم من بالزاک خونده بودم. خب و یه چیزایی همیشه وقتی بچه‌ای تأثیر پدر و مادر یا حالا اگه خواهر برادر بزرگتر داشته باشی رود خب خیلی زیاده
مثلا من مامانم همیشه عاشق بالزاک بود، نمیدونم چرا الان که میخونم، مثلا همیشه خیلی زنبق درش قشنگه. خب یه جورایی اپیستولاری، یعنی نامه‌نگاری دیگه زنبق دره. و من همیشه خب اینجوری بودم انگار تو یک از پشت یک لنزی داری اون کتابو میخونی، چون میدونی که این مقبول عزیزت بوده، تو هم وقتی که داری این کتاب رو میخونی اون لنزه هست. حالا تاشم شاید نفهمی یا بگی عجب چرتی بود خوندم، ولی به هر حال میدونی که یه چیزی که ارزشمنده، اون لنزه هست همیشه. خلاصه ما اینو برداشتیم و خیلی کتاب چرتی بود، با احترام به بالزاک. این چرتی که میگم چرت سلیقه‌ایه ها، وگرنه که باید خونده بشه. به نظر خیلی کتاب ها هستن که به خصوص وقتی که برمیگردیم به مثلا قرن 18 19 20 مثلا، اینا باید خونده بشن خیلیاشون. ولی لزوما نباید همه هم بخونن، چون شاید همه مثلا براشون اون یادگیری مهم نباشه، همه براشون اون مکتب ها رو درک کردن، اون در واقع زیبایی شناسیه، نقد کردن، اصلا بخوام فقط صرف لذت بخونن. خب این کتابی که از شما لذت نمیبریم. من این کتابو خوندم، یه سفری هم رفته بودم جنوب، با خودم همراه کرده بودم و توی چادرم تمومش کردم، لب آب توی جزیره‌ای. و کتابی که خب به هر حال باید بخونید، از بالزاک بخونید اگر که اهل اون فکر هستید که به هر حال باید یه سری کتابا رو خوند. ولی کلاسیک دیگه، یعنی اثریه که خب به هر حال یه دفعه شما میبینید که یه مهمونی رو داره تو 50 صفحه برات توضیح میده. اگه اهلشین و خسته نمیشین، آدم با حوصله هستین، بخونید. ضمن اینکه من خیلی برام یه چیزی فقط جالب بود، و اون موقع به خودم فکر میکردم که مثلا این چیه من بیام تو ویدیو اول یوتیوب از این حرف بزنم. ویلکامینگ نیست، خیلی خیلی فاز مثبت و وایب مثبتی نداره. بعد وقتی که داشتم میخونم فقط این نکته‌ای که خیلی برام مهم بود این بود که ببینم جایی هست که علامت زده باشم. اینا داستان یک مادر و دختر و پدرشونه. پدر یه اسکروچیه برای خودش که بسیار آدم بدذات و بدطینتیه، خیلی به دختر و مادر، به زن و بچهش سخت میگیره. به اوژنی که دخترش باشه و مادر اوژنی که همسرش باشه خیلی سخت میگیره و خیلی هم ثروتمنده، ولی این مادر و دختر اصلا ثروت این خبر ندارن، خیلی هم نمیدونن که این چقدر میتونه پولدار باشه و به بدبختی به اینا پول میده. مثلا چه میدونم، یادمه که موم میخریدن که شمع باش درست کنن، همچی چیزی، و اینا از اندوخته هاشون یواشکی میخریدن، چون پدر حساب این که مثلا چند تا شمع اومده تو خونه، چند تا نمیدونم چقدر برنج اومده، اینا رو دونه به دونه داره. میگم یه اسکروچ دیگه اصلا متفاوتی برای خودش، یه آدم خیلی خسیس، اسکروچ دیکنزو دارم میگم. و این مادر و دختر، مادر در واقع خیلی مؤمن و مذهبیه، دخترم خیلی خوب حرف گوش کنه، تا اینکه فکر میکنم پای پسرعمویی میاد توی این خونه باز میشه، این عاشق اون میشه، تمام طلا و گنجینه‌شو که باباش براش به عنوان جهیزیه گذاشته بهش میده و حالا بره جلو. نمیگم، اسپویل نمیکنم بقیه‌شو. داستان اینه که بالزاک عزیز ما که حالا تفکرات خاصی هم برای خودش داره، بعدا اگه شد راجبش حرف میزنیم، راجب زنها، همش میگه اینا خیلی روحیه معصوم و مؤمنی دارن. همش این مادر و دختر رو دائم میخواد به ما بگه که خیلی آدمهای پاک و خوشذات و خوشقلبی بودن که زیر بار این ظلم سرخم میکردن، که اعتراض نمیکردن، که مثلا هزار اتفاق افتاده، ببخشید درنشون سرویس شده، هیچی نگفتم. ولی من همش که میخوندم، طبیعیه که من دارم از لنز 2024 اینو میخونم، ولی به طور کل اینجوری بودم اینا احمقن. میخوندم گفتم اینا احمقن، اینا مهربون نیستن، اینا مومن نیستن، اینا احمقن، اینا آیکیو ندارن. خب چون تو این روی کرد رو، این نوع بودن این مادر و دختر رو و این گونه روایت ها رو خب میبینی توی آثاری که مال این تایم هستن و یه چیز طبیعی هم بوده، ولی نه در این حد که تو هی بذاری اینو پایه در واقع مؤمن بودن و خوب بودنش. این بره کنار.
چند وقت پیش، فکر کنم حدود 2-3 هفته پیش، من خیلی توی سرم افتاده بود که چون داشتم بلیک هاوس رو میدیدم، یه سریالیه که فکر کنم 2003 اگه اشتباه نکنم BBC ساخته، خیلی خوب بود سریالش. خب بر اساس داستان دیکنز دیگه، حالا خانه متروک، خانه غم زده، همه اینا ترجمه شده. و خب من خیلی فضای دیکنز رو دوست دارم. صدای هلیکوپتر. اگر کلا آدم کلاسیک خونی هستین، دیکنز خیلی خوبه. یعنی یکی از نویسنده‌های مورد علاقه منه در اون برهه زمانی. چرا انقدر از اینجا داره هلیکوپتر رد میشه؟ عذرخواهی میکنم. آخرین کتابم که ازش خونده بودم برای بار چندم سرود کریسمس رو خونده بودم پارسال، چون حالا بعد راجعش حرف می‌زنم، به اضافه یه داستان دو شهر. بعد خیلی دلم می‌خواست آرزوی بزرگش رو بخونم چون نخوندم. من تو سرم بود که من با اینو بخونم. هر جا میرفتم کتاب فروشی نداشتش. رفته بودم یه جایی کتاب فروشی داشتم دنبالش میگشتم، پیدا نمی‌کردم. یهو توی قفسه اینجوری وایساده بود. آدام بید، مال جورج الیوت، یا که در واقع حالا به اسم مردانه چاپ شده ولی یه نویسنده زنه، ماریان ایوانز. اینجوری برداشتم از قفسه و گفتم خب مثل این که قرار تو رو بخونم چون تو من صدا زدی. بعد فهمیدم آها، من کتاب هایی که اسم شخص روشونه منو خیلی جذب میکنم و خوشم میاد. این یک آها مومنت باحالی بود برای خودم. کتابایی که اسم شخص روشونه باحاله، واسه همین بوده اوژنی گراندر برداشتم، یا مثلا آدم بیدو برداشتم، یا حالا مثلا فقط دیوید کاپرفیلد رو دوست ندارم بخونم چون میدونم اونم استوریشو ولی اسمش جذاب نیست، شاید نمیدونم. خلاصه اینو برداشتم و خیلی دارم باهاش حال میکنم. الان نزدیک 358 صفحه خوندم. ببین خیلی اسلوه، 600 خورده صفحه است. ترجمه خیلی خوب رضا رضاییه. راجع به جورج الیوت حرف میزنیم ولی خیلی اولین کتابی که کلا من ازش میخونم، تا حالا ازش نخونده بودم. خیلی نویسنده دوست داشتنی اومد به چشم از همون اول. نویسنده‌ایه که خب خیلی این اصلا موقع مرسوم نبوده ولی در کتاب با تو حرف میزنه راجع به اینکه این اصلا چیه بعداً میگم. یعنی مثلا میگه خواننده عزیز من به این توجه کن که این اینجوری بوده توی اون دوره ها و یه دفعه تو نویسنده رو در متن میبینی. و من این تکنیک رو دوست نداشتم غالب مواقع توی آثار پست مدرنی که خونده بودم، ولی تو این خیلی دوستش داشتم. یه طنز خیلی ظریف و باحالی داره، یه دید خیلی 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 ظریفی داره جورج الیوت یا حالا خانم مری، که اون ظرافتی که در روان آدم ها میبینه و توضیحش میده، توصیفش میکنه، خیلی جذابه. اصلا برای من اینو کرد یک آدمی که دوست دارم برم الان دیگه بقیه آثارش رو هم بخونم. و خب اگر اهل خوندن کلاسیک نیستید باید بدونید که میتونه براتون حوصله سربر باشه، به خاطر اینکه همه آدم ها و at the same time این یه زیباییه. توی آثار کلاسیک شما یک چارچوب مشخصی داری، یه پلات تو یه جایی شروع میشه یه جایی تموم میشه، یه رشدی دارن، یه وقایع اتفاق میفتن، خیلی وقتها خوب تموم میشه تهش، خیلی وقتا نگیم همیشه. و مثل آثار مدرن، پست مدرن تعداد کاراکترها کم نیست. این چیزی که میتونه شما رو اذیت کنه و چیزی که میتونه زیبا باشه، چون همه آدم ها، همه عناصر داستان، حتی اون گوسفندی که داره توی مرتب میچره حق بودن داره و بودنش به شما نشون داده میشه. این خیلی زیباست به نظرم، زیباییه که حوصله مخاطب الان و امروز با عصر اینجوری کردن توی اینستاگرام صبح تا شب نمیتابه، حوصلش نمیکشه. ولی واقعا زیبا نیست که تو نور به عنوان یک عنصر توی داستان بودنش رو حس میکنی و توصیف ها رو که میخونی بوی این سبزه رو تو میتونی حس بکنی. تو یه چه میدونم دهقانی رو که
نقش 10 تا فرعیه رو بهش بخشی اختصاص شده و میتونی ببینی بودنشو. و یه جایی میگه، جورج الیوت داره راجع به آدم‌های احمق حرف میزنه، میگه که متاسفانه اینا همه رو به بدبختی و به دردسر دوچار میکنن، ولی خب بودنشون توی صحنه زندگی لازمه. این تکثره قشنگه و این قشنگه، یعنی حتی اگر که اون دهقانه، اون مثلا کلمه ها یادم میرن، مثلا اون مزرعه داره یا اون آهنگره که اصلا خیلی کاره نیستش، فقط قرار چند بار تو توی مهمونی اسمشو بشنوی، بخشی بهش اختصاص داده شده. در دیدن این تفاوت ها و توصیف هاست که تو میتونی به عمق بهتری بری و قشنگه، نه؟ یعنی این که میگم هر چیزی، هر عنصری در این داستان ها حق بودن و حضور داره. حق داره که حتی سگ جلوی درشون، یه بولاگ داره مثلا توی هال فارم، اون سگه توصیف میشه، نگاهش، ویژگی شخصیتیش، و اون سگه حق داره باشه و توی این داستان زندگی کنه و خودش رو به تو نشون بده و به نظرم خیلی قشنگه. فقط باید سر حوصله سر وقت یه همچین داستانهایی بریم و بیشترم بالینیه دیگه، یعنی مثلا بذاری کنار بالشه هر شب مثلا یه چند صفحه بخوای بخونی، چیزی نیستش که بخوای پیچ خاصی توش وجود داشته باشه، خیلی بالا پایین عجیب غریبی داشته باشه، یا خیلی طور گیر بندازه از نظر روانی و بخوای هی ادامش بری جلو. و یه چیز دیگه هم که دارم الان میخونم اینه مینیمالیسم دیجیتال، که اصلا من وقتی که چپتر یک اینو خوندم اینستاگرامو دیاکتیو کردم، اینستاگرام شخصی خودمو، و دیگه هم نخوندم هنوز بقیه اینو. یه چپتر رو نصفی فکر میکنم خوندم، ولی خب مهمه خوندنش فکر میکنم. و من خیلی وقته که خسته شدم از اون ویدیوهای خیلی کوتاه، از استوری، از این تپ 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 روی صفحه زدن. خیلی تایم بیشتری رو اگر قرار باشه تو مدیا باشم یوتیوب نگاه میکنم، ترجیح میدم یه ویدیوی طولانی ببینم، مغزم متمرکز تر میشه. ولی خب این با من این کار کرد که باعث شد صفحه‌مو اصلا کلا دی اکتیو کنم. و دیگه چی دارم الان همزمان میخونم که دوست داشته باشم اینجا بهش حرف بزنم؟ آها اینم دارم میخونم، بذار اینم نشون بدم. اینو توی آیلتس گفته بودم البته. اطلس دل تو فارسی فکر کنم نشر نوین ترجمهش کرده. خب البته اگه انگلیسیتون خوبه بخونین، کتاب سبکیه، کتاب سختی نیستش. تک کلمه هاشو میتونید مثلا دیکشنری چک بکنین، وگرنه خود نوشتارش سختی نیست. و اینم تقریبا نصف خوندم تا نصفم، ولی من اصلا آدم اینجوری چی میگم بهش مالتیپل ریدینگ نیستم که بخوام چند تا کتابو همزمان بخونم، به خاطر اینکه مستعد رها کردنم. این فکر کنم برای من اصلا خیلی کار نمیکنه، بخاطر همین فعلا هیچ چیز جدیدی باز نمیکنم تا اینا رو تمومشون بکنم دیگه. همین فکر میکنم اینا اون چیزایی بودن که دوست داشتم توی اولین ویدیویی که میذارم راجبشون حرف بزنم. امیدوارم که حوصلتون سر نبرده باشم. این فرم جدیدی از بودن منه و نوع بودنی که همیشه بودم، هستم و دارم به سمت بیشتر و بیشتر باهاش یکی شدن و یک پارچگی و تمامیت در خودم حرکت میکنم. امیدوارم که سرتون درد نیاورده باشم. اگر اینجا رو دیدید گذرتون افتاده، خوش اومدین، خوش قدم باشین، خوشحال میشم بمونین و روز به شما خوش.